چرا میمیرم؟ بچه عزیز سلام، به چه خودتون خیلی خوش اومدید. من ریون هستم و آقا امروز چیکار بکنیم بچه؟ قبل اینکه بخوایم ویدیو رو شروع بکنیم و این چیزا، قراره بریم شبیه ساز گوزن کسخل بازی کنیم. بله همینجا دارید ببینید گوزن کسخل. بله آقا بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خب همین اول کار خود بازی سمبودنش داره بهمون نشون میده. آخه تو این گوزن نگاه کسخل. آقا بریم ویدیو شروع کنیم. به خب آقا بازی اومد. بچه قبل از این که بهتون بگم من یکم بازی کردم، سیستماشو ببینم چی به چیه. خب اشو چطور میدوه حاجی دهنت سرویس. what the fuck؟ اوه جامپ رو نگاه شما عالی. آقا اشما ریکن داداش او say hi شما. حالا این رفیق ما داریم میزنیم، خیلی هم عالیه. خب او آقا این چیه؟ اینو گونو برم تیر میزنه. آره بازیش خیلی سنده آقا. خب اینجا چیه؟ یه نگاه بندازیم بهش. خب آقا بریم شهر گرم. خب اسب داریم، اصلا من ندیدم. خب منطقیه سید، منطقیه. او موتور بودو این اسب ببر. ها چون داره گنده تر میشه، یعنی چه؟ بجیری ریدم. سوار ماشین میشیم. اوه چه صورتیه. زدیم. اوه پلیس اومده سر. چه آهنگی؟ بره سر. Fast and Furious 10. با سرعت ماشین به خدای خیلی زیاده. اوه پوسم اوه پشمو مشت میزنه. آی بزن. آی گرفتم. بمیر آقا برازم زدی. این تفنگه هیچ چیز نمی کنه. اوه کاتانا. اوه آقا شخ بزن اوه یس. اوه بازم کاتانا. این چیه؟ چه خیلی جالب بخورم. آشانم دمیج میخورم. منطقیه سیگه ماخص
آجی خرس اومد. I am the best ninja of the years. واو بزن. من یکم مپو دارم میگردم نگه چی پیدا کردم اصله باز. اوه آقا جالبه. اینه بزن. بازش کنیم بهتر کنیم چی میده بچه. هر چیزی که میتری کنیم یه چیزی به اون میده. خیلی جالبه. اوه بازم از اینا فرقی نمیشت. یکم مپو بگریم چی ها داره. اوه اصله رو برازن شما شو چه دمیجی میدی. من کاتانایه اینو اصلا گل. آجی پلیس لول 3 اومد. خرگوش خرگوش خرگوش. او ای کی پشمای آجی باش. واو آجی ما یه عبقودیتی. آجی اوه باید نمیشه خود بگیری دو میری سیه. بمیر الله اکبر الله اکبر. آقا بنازم تروریست وین. اوه پشما گانو ببین. آجی ریدم. اوه اینا چیه؟ بازم کاتانا. بزنیده خراب کنیم چی امیده. بازم از اینا بگیم. اوه کوالا آجی پشما کوالا رو ببین. مثلا یه چیزی من این چی؟ پشما اسپایدرمن شدیم. اسپایدرمن بچه منطقی اسپایدرمن شدیم. بزنیم اون بالا این چی هست؟ حالا اون بالا شون چیزی اون بالا هست. آهی سید بپر. اوه آجی گوز گورخه رو ببین شوف سوارش شد. یا اشیام چرا خالخالیاش اینجوریه. بومز منطقی حال نکردم. باجی میخوام ببینم این چیه. چرا میمیرم. سید این چی بود؟ از اول آقا یه تایم لپس ببینیم که من برم خود قوی تر بکنم. میخوام اونم باس فایت میخوام بزنم. خب آقا ما اومدیم تا همین خرگوشه. بذار ببینیم بذار حداقل ببینیم لول بعدی پلیس چیه. اوه سگه چیه؟ بچه پابجی منطقیه. پابجی
خب پلیس لول 4 داگ نکنین هم باس فایته. حالا بذار لول بعدی بذار بریم. اصلا اشمام گاوم میزنه حاجی گاومون یه شد منطقیه. سواره این شاجی او بسکتبال آقا شما بذار تو بذار بسکتبال بذار بندازی. چجوری پرت کنم؟ ببین میخوام بندازم. برو نه نمیره آجی. اشمام سوار گاف شدیم. what the fuck آجی گاف داره پرواز میکنه منطقیه. بذاریم اون پرواز جانان. بذار این کولای رو میخوام بزنم. یا از تباس بود وای حاجی باز مردم دنسیز چقدر این من باید اینو باید بزنم. خب آقا بریم برای قول مرحله آخر، یعنی دشمن خونی من کوالا. بریم 1 2 3 برو بریم. بمیر کوالا بمیر. فرو باجی فرو نخور بمیر فرو باجی جون آخرش آهنگ تو نگو. ایول حاجی زدمش پشمام زدمش. چی بمیده همین؟ نه همین؟ کلش همین بود؟ من زخ کرده آقا چی کارش کنیم دیگه؟ همینجا کافیه. من خیلی دیگه به مغزم دیگه خون به مغزم نمیرسه. خدای خیلی مسخره اصلا عجیب غریب بود بازیش. واقعا اگر ویدیو خیلی خوشتون اومد حتما بهم بگید پارت بعدیشو که حتما میذارم من، چرا که نه. و امیدوارم تا یک ویدیو دیگه و امید اینکه یک روزای خوب بیاد. بچه‌ها لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه خدا حافظ شما بچه‌های گل توی خونه. عشق منید.